اول از همه نیویورک میاد فشن شوهاش رو میذاره، بعد لندن میذاره، بعد میلان و در آخر خود پاریس که مهد مد و فشن دنیا الان محسوب میشه. شهرهای دیگه مثل برلین و توکیو اینا هم هستن که حالا فشن شو میذارن، اما اونقدر جدی حالا نشدن مثل این شهرها که به عنوان پایتخت مد ازشون نام برده میشه. از نیویورک یه سری برند رو براتون نام میبرم، برندهای آمریکایی مثل تام براون، برندون مکسول، مایکل کورس، اینا رو احتمالا اسمشون شنیدین، کارولینا هررا که یه اتکلون خیلی معروف داره به شکل یک کفش هست، شاید الان خاطرتون بیاد، تامی هیلفیگر، آنا سوی، اینا همه برندهای آمریکایی هستن. بله ترتیب از نیویورک، لندن، میلان، در آخرم پاریس. خب امسال فشن شوی نیویورک 9 تا 13 فوریه بود و برندها به ترتیب تو این روزها یه تعدادی کالکشن خودشون رو طی زمانبندی ارائه میکردن. لندن برنده بربری، اردم، سیمون روفا، دیوید کوما، ویکتوریا بکام، اینا رو احتمالا اینا معروفترین هایی که اسمش رو دارم میگم. خیلی برنده دیگه هم بودن که حالا اسمشون شنیده شده زیاد نیست. لندن هم از 16 تا 20 فوریه کالکشن هاشون رو این برندها ارائه دادن و میگم امسال 40 سالگی فشن شوهای لندن بود، فشن ویک لندن بود. میلان از ایتالیا، خیلی من برنده دوست داشتنی توش دارم، ورساچه، گوچی، پرادا، دولچه گابانا، آرمانی، ولنتینو، موسکینو، روبرتو کاوالی، اترو، فندی، فراگامو، تام فورد، مکس مارا، خیلی اسمای شناخته شده ای توی فشن شوهای میلان هست که حرفه‌ای و میشه گفت خدمتدار هستن. فشن شو میلان هم به تازگی تموم شد، 21 تا 26 فوریه بود، امروز 29 یعنی 3 روز پیش آخرین کالکشن ها ارائه شد از هفته مد میلان و الان هم که از 26 تا 26 فوریه تا 5 مارس هفته مد پاریس رو داریم الان در حال اجراست. امشب ساعت 7 برند اسکیاپارلی، یه برند میشه گفت آوانگارد و های فشنیه که امشب کالکشنش رو ارائه میده. خیلی دوست داشتم حالا اینا رو هم تصاویرش رو براتون میذاشتم، ولی دیگه حالا تاریخی که با هم هماهنگ کردیم امروز شده بود. باز تا اینجا این 2-3 روزی که گذشت یک سری از برندها مثل دیور، مثل از برندهای فرانسوی بالمن امروز دیشب کالکشنش رو داشت، اینا رو هم بررسی میکنیم حتما. برندهایی که از پاریس و برندهای فرانسوی که خیلی معروفن همین اسکیاپارلی، مزو مارژلا، دیور، شانل، لویی ویتون، ژیوانشی، اینا برندهای معروف فرانسوی هستن. یاموتو، کلویی، ایسی میارکه و برند الیساب هم حتما شنیدینش که چندین سال میاد کالکشن ارائه میده توی هفته‌های مد پاریس. این هم این چند روز آینده حتما برندش رو ببینید، کالکشنش رو خیلی تاپوسیان مجلسی و شیکی داره لباساش. خب تا اینجا سوالی اگه دارین بپرسین، من دیگه یه سری عکس رو بذارم تا شما سوال میپرسید.
تصویری که میبینین بتونید داره میخوام اولش راجع به اسکیاپارلی که صحبت کردم، حالا امشب درس شوش هست، یه لباس از برند اسکیاپارلی نشونتون بدم. یقه و میشه که آستین خاصی طراحی کرده و میخوام اسکچ طراح رو هم براتون الان بذارم ببینید. ببینید چقدر ساده در این حال حرفه‌ای. اسکچ همین لباسی که الان دیدید با امضای طراحش، نگاه کنید چقدر ساده و حرفه‌ایه. میخوام اینو قبل از حالا شروع بحثمو بگم که برای طراحی لباس انجام دادن به صورت حرفه‌ای از صفر همه چیز رو یاد میگیریم. فیگور رو یاد میگیریم، طراحی لباس چهارندام رو یاد میگیریم، جنسیت سازی رو یاد میگیریم، همه اینها رو یاد میگیریم، اما در نهایت همه اینها با هم توی یه اسکچ به این شکل میبینی. حالا هر طراحی امضای خودش رو داره حالا، ولی نگاه بکنید به چه شکل بدن رو و لباس رو روی بدن کشیده. خیلی خیلی ساده اما کاملا استاندارد و حرفه‌ای این کارو کرده. با مهارت فیگور کشیدن، لباس کشیدن، انقدر تمرین بکنیم به این مهارت میرسین. عکس رو نمیبینی از بچه ها؟ عکس رو میبینی شما؟ میخوان یه بار خارج شین دوباره بیان اگر تصویر رو ندارین، چون بچه های دیگه دارن. ممکنه ضعف اینترنت باشه یا یه بار خارج شین دوباره داخل کلاس بیاین درست بشه. درست شد. خب یه عکس دیگه میارم، اگر که باز نمیتونین ببینین بگین، یا اگر که میبینین هم باز بگین. عکس طراح فاست پولیسی، طراح و کریتیو دایرکتور برند روبرتو کاوالی. میخوام مود بوردش رو ببینین، لوک های آماده ای که گذاشته کنارش و این پایین بچه ها سواچ و نیمه پارچه، کالر بوردش. سلام عزیزم، تصویر رو دارید بچه ها؟ تصویر طراح رو، اسم پیجش هم نگه داشتم که اگه دوست داشتین سرچ بکنید و کارهایی که طراحی کرده رو ببینید. یکم زوم بکنید. نگاه کنید این عکسایی که میبینید در کنار خودش چیده توی بردش، اینها تصاویر منبع الهامشه. اینجا همینطور و این پایین سواچ پارچشه، کالر بوردشه و پشت سرش هم نگاه کنید 54 تا فکر میکنم طرح لباسش هست و از هر لوکش یک تصویر اینجا گذاشته. بچه لوک میشه اون نمایی که مانکن داره با اون لباس ارائه میده، از سر تا پای مانکن. میتونه شامل کیف، اکسسوری، کلاه، همه چی باشه. یعنی اون نمای نهایی که با لباس و اکسسوری که حالا داره، آرایش، میکاپ، هر چیزی، مو، در نهایت تکمیل شدهش یک لوک هستش بچه ها. الان پشت سرش توی این کاغذ ها یکی یکی این لوک ها رو
میبینید پشت سرش گذاشته که با این موتور و با پارچه هایی که گذاشته و طبق رنگبندی که از بردش اومده طراحی کرده. خب بریم خود لباس ها رو از نزدیک ببینیم. خواهش میکنم عزیزم، اشکال نداره. طراح بچه‌ها برند روبرتو کابالی فاوستو پولیسی یا پولیزی ایتالیایی هست بچه‌ها برند و طراح موتورش رو بهتون نشون دادم. حالا این کالکشن رو از نزدیک با هم می‌بینیم. نمیدونم بچه تصویرتون چه سایزی الان دارید می‌بینید؟ الان اینقدر که بزرگش کردم واضح می‌بینید. این لوک اولش هست. اولین کسی که بچه‌ها وارد صحنه، وارد رانوی میشه، اون مسیری که باید طی بکنه و اولین مدل با اولین لباس اینجا وارد شده. الان روش زوم کردم بچه. فکر میکنم پایین تصویرتون یه فلش به 4 جهت هست، روی اون بزنی کلا تصویرتون بزرگ میشه. حالا نمیدونم با مانیتور هستین یا با گوشی دارید نگاه میکنید. اگه گوشی باشه خب طبیعتا خیلی کوچیک‌تره. حالا من تو سیستمم با لپتاپ بذارم تصویر خیلی بزرگتر از این میشه. اگر که با لپتاپ باشید خیلی براتون بزرگتر، راحت‌تر میشه. باز من سعی میکنم بیشتر زوم بکنم که تصویر رو کامل ببینید. خب این اولین لوک و به ترتیب لوک دوم. توی مودبوردش بچه اگر که نگاه میکردین و حالا به گفته خود طراح اومده از سنگ مرمر و طرح ماربل بچه میشه اون خط و خطوطی که توی سنگ مرمر هست، اومده از این الهام گرفته. حالا و یه سری تصاویر دیگه هم در کنارش بود که رنگبندی و طرح پارچه اونها رو همه رو از کل مودبورد ایده گرفته. خب در توضیح این برند بخوام بگم، برند روبرتو کابالی، خود روبرتو کابالی این برند رو تأسیس کرده، یک طراح مد ایتالیایی در تاریخ 1940 متولد شده و این هم آخرین لوک از این تصویر. برم بعدیش رو بیارم. خب لباس های لاکچری طراحی میکنه، محصولات چرمی و خب این هم لوک بعدی هست. توی پارچه هاش ببینید تماما اون طرح ماربل و طرح سنگ مرمر مشخصه. بچه با این سرعتی که عکس رو جابجا میکنم اوکی، مشکلی برای دیدنتون پیش نمیاد. سعی میکنم یکم حالا با سرعت معمولی، نه خیلی تند نه خیلی یواش، لوک ها رو به ترتیب بهتون نشون بدم. نگاه کنید یک لباس چرم مشکی. حالا اینو که توضیح میدم برای برند، ولی به طور کلی این رو هم بگم که امسال توی همه کالکشن ها بچه رنگ مشکی و رنگ های نود، رنگ های زمینی، رنگ های کرم و خاکی خیلی زیاد بود. رنگ مشکی کلا رنگی هستش که از چرخه مد خارج نمیشه، یعنی همیشه هست، اما امسال خیلی خیلی رنگ مشکی رو توی همه کالکشن ها من دیدم. خب
سهیلای عزیز چی براتون قطع و وصل میشه؟ صدا، تصویر؟ به من بگین. بقیه بچه ها مگر که ایرادی تو صدا و تصویر من دارین حتما بگین. این هم 9 تا لوک بعدی بود که دیدیم. بریم 9 تا لوک بعدی. بچه صدا قطع و وصل میشه. این که خب صدا قطع و وصل میشه، ممکنه آره از سمت من باشه، شاید به خاطر ضعف اینترنت باشه، ولی این که از کلاس میرید بیرون دوباره وارد میشین نمیدونم، شاید از سمت شما باشه یا میتونید از پشتیبانتون یه سوال بکنین حتما. من باز آروم و شمرده بگم که متوجه حرفان بشین. این لوک بعدی داره رنگبندی بچه‌ها یواش یواش میچرخه، نگاه بکنید و رنگ بنفش یواش یواش داره وارد این ماربل و طرح سنگ مرمر میشه. پارچه های تور و حریر یواش یواش میاد و این پایین رنگ یواش یواش داره دوباره تغییر پیدا میکنه، رفت سمت جیگری و اون رنگ خردلی مانند و یواش یواش ببینید رنگ بندی حالا هواش عوض شد. این اتفاق بچه باید توی کالکشن به مرور، یعنی به همین شکل که میبینید یواش یواش اتفاق بیفته، چون اینا دارن پشت سر هم کتواد میرن و میان رد میشن. نباید بخوره تو ذوق بیننده، باید یواش یواش ما این چرخش رو و تغییر رو داشته باشیم. زرشکی هم بود، ولی بیشتر میگم رنگای مشکی، رنگای نود و خاکی، رنگای زمینی، خیلی رنگای زیادی بود که من دیدم توی کالکشن ها. خب بریم تصویر بعدی. بعد از اینم یکی دیگه داریم از این برن و کارش تموم میشه. در توضیح این کالکشن طراحش گفته که برای طراحی لباس ها از پیوند قوی با از ریشه های ایتالیایی کمک گرفته و به علاوه اون قدرت دگرگونی سنگ مرمر، همونطور که میدونید سنگ مرمر از تحت فشار بودن سنگ آهن فکر می‌کنم ایجاد میشه، درسته؟ و تغییر شکل پیدا میکنه به این سنگ با ارزش. اومده این رو توی لباسهاش مشخص کرده. حال و هوای واقعا ایتالیایی شاد و میشه توی رنگ بندی و توی لباسهاش دید. خب ببینید الان یواش اون رنگ زرده اومد توی این لوک ها خودشو داره نشون میده. ببینید و به این شکل. بریم آخریش رو هم بیاریم. بچه تحلیل برندها حالا با توجه به پیشینه‌ای که ازشون بشناسین کار سختی اصلا نیست. خیلی راحت کالکشن هاشون رو وقتی میبینین اون خط فکری و اون میشه گفت هویت برنده دستتون میاد که داره چیکار میکنه و از دلش میتونید ترندهای
سال رو پیدا بکنید. از مجموعه کالکشن هایی که میبینید در یک فشن ویک میتونید ترند های سال بعد رو پیدا بکنید. خب باز ببینید رنگبندی از اون زرده داره میره تو مایه های سبز مانند، نگاه بکنید و این تغییر یواش یواش اتفاق افتاد. خب موتیف طراح و اون موردی رو که اون آیتم یا حالا میشه گفت اون چیزی که مد نظرش بوده و توی همه لباسا میتونیم ببینیم، این طرح ماربلینگ، حالا چه توی چاپ پارچه بوده چه توی بافت لباسشون بوده، اینا رو همه رو میتونید پیدا بکنید. یک موتیف یا یک نشونه‌ای که باعث انسجام این کالکشن میشه. یعنی توی همه کالکشن ها تقریبا این هست که شما یک مورد و یک موتیف دارید که توی همه طرحاتون چرخیده، میتونه به عنوان یک اکسسوری، میتونه به عنوان طرح پارچه، میتونه به عنوان بافت یا تکسچر پارچه در بیاد و توی همه باشه و این باعث اون انسجام و باعث اون میشه گفت اتحاد کالکشن میشه. که اینجا توی این کالکشن بچه‌ها طرح ماربل یا اون سنگ مرمره بود. خب سحر عزیز سلام، خوش اومدید. بریم یه طرح دیگه. این از برند ایتالیایی روبرتو کاوالی. خب یه برند حالا نچندان مشهور، شاید اسمشو شنیده باشین شاید هم نشنیده باشین، براتون بیارم. فکر میکنم همینه. ببینم درست باز کردم تصویر یا نه. برند بچه ها اردم. برند اردم یک برند نوپای توی لندن از سال 2005 تأسیس شده و طراح و بنیانگذارش یک آقای متولد کاناداست که پدرش ترک و مادرش انگلیسی هست و اسمش رو هم بخوام بهتون بگم اردم مورالیوغلو هست و این برند توی لندن توی فشن ویک لندن کالکشنش رو ارائه داده. میخوام حالا هوای یه برند نچندان میشه گفت قدیمی رو ببینید به چه شکل هست. توضیح زیادی توی جایی عنوان نکرده طراحش، فقط گفته که از یک خواننده اپرا به اسم ماریا کالاس و از اجراهای اپرای اون اومده ایده گرفته برای طراحی کالکشنش و کالکشنش بچه‌ها به مرور حالا می‌بینیم این یقه های شال بزرگ و دراپه ها، ریزش پارچه رو میشه مشاهده کرد. خب ساحله عزیز پرسیده که کجا میشه این اطلاعات و اخبار مد و فشن رو پیدا کرد. اول ساعت برای بچه‌ها داشتیم گپ می‌زدیم، گفتم بهشون که از سایت یا اپلیکیشن ووگ رانوی یا حالا نمیدونم به مطالبی که نوشتم بالاتر دسترسی داریم یا نه، چون تایپ کردم براتون اسمشون رو. از سایت ووگ، سایت اله، سایت بازار، از اینا میتونید کالکشن ها رو ببینید. توی پینترست هم میتونید سال و عنوان کالکشن رو سرچ بکنید براتون میاره و به جز اون میگم به لطف اینستاگرام این چند سال دسترسی به فیلم آتلیه هاشون، طراحی‌هاشون، اسکچ‌هاشون خیلی در دسترس تر کرده برای ما. این رو میتونید از پیج هر برند هم بهشون دسترسی پیدا بکنید. فیلم رو ضبط کردم، حالا نمیدونم ضبط شده در خدمتتون قرار میگیره یا نه، ولی این مطالب رو اول ساعت یکم راجعش صحبت کردیم، میتونید دوباره گوش بکنید. خب اطلاعات از ووگ، از پیجشون، از بچه یه پیج دیگه هم هست WWD، اون هم اطلاعات فشن رو میگه، فشن کلا کالکشن رو فشن رو میگه دیگه. از همه اینا که بهتون گفتم اطلاعات رو در آوردم، سعی کردم که از همه جا جمع بکنم.
و اینا داغ داغ داغن مال همین 1 ماه اخیر. یکی دو تا دیگهشون که بخوام راجبشون صحبت کنم مال دیشب و پریشب حتی، و داغ داغه. خب این برند اردم که دارم راجبش صحبت میکنم توی فشن ویک لندن 17 فوریه اجرای کالکشنش بود و تنوع پارچه و طرح پارچه زیاد داره توش، یقه‌های شال بزرگ بچه‌ها، و این گل روی سینه‌ش رو می‌بینی توی بعضی از لباساش تکرار شده بود، این گل لاله رو داشت و طرح گل بچه‌ها امسال خیلی ترنده، چه توی خود طرح پارچه چه به عنوان گل برجسته روی لباس. و باز ببینیم یه یقه شال بزرگ دیگه. خب من خیلی دوست دارم بدونم این خطوط رو از کجا آورده روی لباس، چون توی یه لباس دیگرش هم باز هست، بردی ازش ندیدم و نمیدونم از کجا اینو الهام گرفته. برام این یکم سواله، چند روزه حتما کشفش خواهم کرد. این طرح لباسش هم من دوست داشتم، یک شنل کج که طرح قشنگی داشت، به نظرم برش خوبی داشت. خب بریم صفحه بعدیشون رو باز کنم. خب کفشاشون، آفرین کفشاشون، این حال اینا پر شترمرغ استفاده کرده بچه تو لباساش. خب ادامه کالکشن اردم برای پاییز 2024 و ردی تو ور، یعنی آماده پوشیدن، اینا لباسای آماده پوشیدنه بعد از اجراشون توی بوتیکاشون در سراسر دنیا قرار میگیره و برای فروش حتما و قابل استفاده هستن. این کفشاشون و حالا این پرهایی که می‌بینید تو لباساش از پر شترمرغ گفته که استفاده کرده بچه، بافت باز با همون برشی که بالاتر تو یکی تصویر دیدیم، این برش کج رو دوباره تو این شنل داره و اون طرحی گفتم نمیدونم از کجا گرفته باز تو این لباس هم هست و خیلی جالب میشه اگه ما مثل اون طرح قبلی مودبوردشون رو ببینیم از چی الهام گرفتن. خب اون گل طلایی که گفتم به سینه‌شون زده بودن توی طرح قبلی، اینجا به عنوان پترن پارچه و روی پارچه و به این رنگ قرار گرفته. می‌بینی این گل لاله ساتن‌های براق داره، سیلویت تخم مرغی دارن بیشتر لباس‌ها، یه حالت این شکلی و گرد دارن در اصل. یقه شال اگزاجره دوباره ساتن و چرم. ببینید این سیلویت تخم مرغی رو به این شکل گرد و شنل و اون گل لاله به یقه‌اش دوباره. امیدوارم به اون اندازه بزرگ باشه که براتون ببینید. خب بریم بقیه کالکشنش.
تصویر گیر کرد فکر کنم. یک بار دیگه خب این باز لوک بعدی، یکم زوم کنیم که بزرگتر ببینیم. باز یقه‌شال های اگزاجره و بزرگ، سیلویت تخم مرغی دیگه تو اینا قشنگ معلومه. و رسیدیم حالا لباسای چرمش، فرم‌های مختلف، باز یقه‌شال بزرگ و اینا نکات باز اون لاله روی سینه و اون برش کجی که خوشم میومد ولی اینجا یکم بزرگتر این به این شکل کرد. خب ببینم چند تا دیگه ازشون مونده. یه 3 تای دیگه از اون عکس ها ببینیم این برند کارش تمومه. خب باز نگاه بکنید توی لباسهاش رنگ بندی خیلی زیاد داره، کالر بوردش زیاد بوده و باز یقه شال توی این داریم. باز اون کفشای پر شترمرغی رو هم داریم. پر شترمرغ توی همه کاراش بود و میشه گفت شبیه به اون موتیفی که گفتم بود توی کاراش. یکم سریعتر میخوام از این طرح رد بشیم بریم برند بعدی رو ببینیم. باز این بقیه کاراشه. روی این یکم زوم کنم طرح گلدار پارچه رو ببینید اینجا و اون یقه شال بزرگ. یه طرح دیگه داره که شبیه به اینه باز توی تصویر بعدی. این تصویرش این پایین این یکی خیلی این شبیه به این طراحی شده، این فقط داستانش کوتاه‌تر و یقه این یکم بلندتره، خیلی شبیه به هم این دوتا طراحی کرده. خب از این برند رد شیم بریم برند بعدی. از برندهای یورپی و آمریکایی من زیاد خوشم نیومد، از کارشون نخوام زیاد راجبش صحبت بکنم. این یه دونه رو از لندن گذاشتم که یه برند تازه تأسیس بود و بیشتر میلان و پاریس کارهای خیلی حرفه‌ای‌تر و برندهای قدمت‌دارتری دارن. بریم سراغ برند دیور رو ببینیم. طرح‌هاش زیاد و کجا گذاشتمشون؟ خب اینا خب برند کریستیان دیور
برند قدیمی پاریس و تو همین این 1-2 ماه اخیر 3 تا کالکشن داده. یک کالکشن کوتور داده، لباس‌های فاخر، دستساز، دستدوز و یک کالکشن مردونه داده و یک کالکشن پاییزه ردی تو ویر یا آماده پوشیدن داده و نزدیک به 70 خورده این کالکشنش فقط طرح داره. سبک برند دیور خب مشخصه، سبک کلاسیک و شیک داره، سبک میشه گفت مشخصی داره و طراحش ماریا گرازیاچیوری فکر می‌کنم اگه درست گفته باشم، یه خانمی هستش که اومده برگشت زده به زمان خود کریستیان دیور و لاین میس دیور که اینجا روی اینا نوشته شده، حتی اومده این رو به عنوان تزیینات توی این لباس ها استفاده کرده. لاین میس دیور سال بذارید بهتون بگم فکر میکنم 67 بوده، حالا نمیتونم اینجا الان پیداش کنم. لاینی بوده که به نام میس دیور ارائه داده بوده کالکشنش رو و کلا دیور اومده بعد جنگ جهانی دوم پاریس رو نجات داده یه جورایی و با کالکشن هاش دوباره پاریس رو مطرح کرده در زمینه مد و لباس. همونجور که میبینید همه ترنچ کت ها، شومیزها، دامنا و رنگ بندیش هم همون رنگ بندی که گفتم، رنگ‌های خاکی، زمینی و یه چیزی که بچه ترند میشه حتما احتمالاً کت‌هایی هستش که 2 ردیف دکمه داره به وفور توی این کالکشن و چندین کالکشن دیگه اینو دیدم و ترنچ کت‌ها همچنان مدن و امسال هم خواهند بود. بریم بقیه تصاویرش رو بیاریم. طراحی صحنه‌اش هم خیلی جالب بوده. اومده این کریتیو دایرکتور ماریا گرازی چیوری، چه اسم سختی داره، و از یک هنرمند هندی که این دستسازهایی که می‌بینید تو تصویر این پشت هست شبیه زره هست، اومده از اون الهام گرفته و ازش خواسته که بیاد کار طراحی صحنه رو از اون زره هایی که اون درست کرده بوده از بچینه اینجا و صحنه رانوی به این شکل بودش که این لباس های زره مانند توی صحنه بود و مانکن ها از دورشون میومدن و میومدن جلو به سمت تصویر و برمیگشتن. این زره ها رو ایدهش یعنی برای اون طراح هندی گفته بوده که برای زنان طراحی کرده، برای محافظت از بدنشون در برابر محدودیت‌های درونی اجتماعی و مردسالارانه و این زره ها در از بدن محافظت میکنن در حالی که اون رو تو قفس گرفتن، در از بدن رو توی قفس نگه داشتن و مانع آزادیش میشن. این ایده بوده برای ساخت اون زره هایی که میبینید پشت سرش هست و خود طراح دیور هم یکم فمینیستی طور و طرفدار زنان میشه گفت هستن. لباس ها ببینید این کلمه میس دیور رو به عنوان یک تزیینات میشه گفت روی لباس ها قرار داده. رنگ بندی ها خنثی و سیاه سفید، رنگ های نور به این شکل. از اونایی که فایل لباس هاشون زیاده، تعدادش زیاده، یکم سریعتر عکس ها رو باز میکنم فرصت کنیم برنده دیگر هم ببینیم. خب لباس هایی که طراحی کرده: کت شلوار،
کت‌های شنری، دامنه‌های کوتاه و ژاکت با یقه‌های ایستاده مثل این تصاویر و موتیف پلنگی رو هم توی کاراش آورده، کت‌های چرمی، ترنچ کت‌ها. تصویر بعدی رو بیارم. موتیف پلنگی هم بچه‌ها برای سال آینده جزو ترندها خواهد بود. توی چند تا کالکشن بود. طرح چارخونه هم توی لباساش بود و کلاه، دامن‌های نیمی چاکدار، مهره‌های طلایی یا دکمه‌های طلایی براق. اون دو ردیف دکمه ها رو هم می‌بینید روی کالکشنش هست. سبک کلاسیک و پارچه‌های چهارخونه رو الان ببینید. یواش یواش وارد کالکشن شد و به این شکل طراحش اومده یه نگاهی انداخته به دهه 60-70 و دو تا لباس جین داشت. من راستش این دوتا رو دوست نداشتم این وسط کالکشن بیاد، ولی به نظرم دو تا طرح چرا این وسط بوده نمیدونم چراست در اصل برای من. باز باید ببینیم مودبورد طراح چی بوده و چرا پارچه جین رو یه دفعه آورده وسط کالکشن گذاشته. و تصویر بعدی خب بچه ترند امسال دامن روی شلوار بود. این قسمت دامن روی شلوار مشخصه، ترند دوست داشتنی نیست به نظرم، ولی پارچه پلنگی از اینجا وارد چرخه کالکشنش شده به این شکل که میبینید و پارچه‌های براق. بریم لوک‌های آخرش رو هم ببینیم. این هم چند تا طرح آخرش هست که لباس‌های پرزرق و برق و اینم لوک آخرش.
یه جا دیدم یه نفر کامنت گذاشته بود زیر یکی از پست‌های دیور، زیر همون تراژ ماریا، که در مقابل زمان جان گالیانو این چیزی نیست. راست میگه، یه زمانی جان گالیانو طراح برند دیور بود و اوج شکوه برند دیور زمانی بودش که جان گالیانو طراح ارشدش بوده. الان طراح مزون مارژلاس و یه شو SS24 داشتن که شب‌های پاریس بود موضوعش. من خودم استوریش کردم، خیلی شو تئاتری جذابی بود. حتما سرچش کنید اون رو ببینید. شوش رو با الهام از شب‌های پاریس اون رو طراحی کرده و یک طراح آوانگارد هستش جان گالیانو. خب این برند کلاسیک دیور آره نمایشش جالب بود. لباس‌هاش نه آنچنان حالا قابل پوشیدن اونجوری منظورم نیست، ولی نمایشش واقعا خلاقانه بود و طراحش فوق‌العاده آوانگارد. آفرین. خب سبک برند دیور شیک و کلاسیکه. خب بریم یه برند دیگه ببینیم. دیور رو دیدیم، تحلیل راجبش زیاد بود و این دو تا طراح ایتالیایی و فرانسوی رو، دولچه گابانا و بالمر رو هم ببینیم. بالمر مال دیشب بوده، بذاریمش آخر سر ببینیم. دولچه گابانا رو اول بیارم. خب برند دولچه گابانا دو تا دوست، دومنیکو دولچه و استفانو گابانا، برند دولچه گابانا رو تأسیس کردن در سال 1985 و کالاهای لوکس و فشن تولید میکنه. یه زیر مجموعه داره به اسم دیانجی که برای جوان‌ها، جوان پسندان تنه و استایل خیابونی و راحت تری رو طراحی میکنه براشون. خود دولچه گابانا شوش، من یقه‌های کوتاه‌ش رو خیلی دوست داشتم. رنگ مشکی بچه‌ها دوباره به وفور اینجا دیده میشه. کلا یه سبک مدیترانه‌ای داره برند دولچه گابانا و هیچ چارچوبی هم نداره. یه کالکشنش ممکنه شما خارچه‌های پر از برگ و توتی و اینجور چیزا ببینید، یه کالکشنش مثل این ببینید چقدر فاخر و شیک طراحی کرده. یقه‌های کوتاهش خیلی تمیز و جذابه. ببینید یقه کت رو اینجا به چه شکل آورده. عالی. پارچه های تور گیپور، پارچه های حریر و حریر و تور خیلی تو کالکشن های مختلف بود. برند ایو سن لوران که اصلا کلا همه لباسش با تور بود و اون رو هم برندش رو ببینید، کالکشنش خیلی خوب بود، جذاب بود. و ایو سن لورن هم قبلا ها یکی از طراحان و کریتیو دایرکتورهای دیور بوده. زمانی که برای فرح لباس طراحی میکرده دیور، طراحش ایو سن لوران بوده. حتما برید برندش رو چک بکنید. داشتیم دولچه گابانا رو میدیدیم. یه سری لباس دیگه. باز پارچه های بچه گیپور، ساتن، مخمل، خز، یقه های قشنگش. چه فیلمی دیدین از ایو سن لوران؟ پارچه های بچه ها لمه دار، براق. کلا آدم از برندش زده میشه. چرا؟
آها اونی که فهمیدم کدوم فیلمو میگی. فکر کنم فیلم زندگی نامش رو منظورت، فیلم سینمایی که زندگی نامش بود رو میگی؟ فهمیدم فکر کنم کدوم میگی. آره فکر کنم همونه. حالا ما به زندگی شخصی آدم کار نداریم، ما اینجا داریم هنرشون رو، اون ذهنیتشون توی کارشون رو بررسی میکنیم. حالا زندگی شخصی هر کسی میتونه مثلا یه جوری باشه دیگه، ولی این یه کراپ کت بچه با یقه بلیزر. اینو آخرین لحظه تصمیم گرفتم براتون بذارم چون خیلی برند گذاشتم وقتمون رو میگیرم، ولی دیدم از این نمیشه گذشت. این رو دوست داشتم، گفتم حتما لباسش با هم ببینیم. با شلوار مخمل، پالتوش خیلی خوشگله. یه حس مافیایی ایتالیایی هم توی لباساشون انگار هست. این شبیه خانماییه که یه دفعه از زیر پالتوشون اسلحه در میارن تو فیلم ها. خب آره منم دلم رفت برای این کالکشنه، گفتم که لحظه آخر عکساشو گذاشتم، گفتم اینم وقت کردیم راجبش صحبت کنیم حتما. توی اینم باز یه دونه بچه موتیف پلنگی داریم الان توی این تصویر که بیاد. یقه کرواتی، پالتو چرم، استفاده از تورها و ترانسپرنسی بچه یا شفافیت در طراحی لباس به واسطه همین پارچه هایی که نازکن ایجاد میشه، پارچه های حریر، پارچه های تور، گیپور، و توی کالکشنش این ترانسپرنسی خیلی به واسطه این پارچه ها دیده میشه. و موتیف پلنگی یه دونه گذاشته برامون این تو که بگه اگه ترند شد منم داشتم ها. این به این جهته فکر کنم، خاطر که اگه پلنگی خیلی ترند شد منم تو کالکشنم یه دونه دارم برای طرفدارای پلنگی که از دستشون نده. تا اینجا دوست داشتیم بچه ها؟ خسته نشدیم که؟ این دامنش رو هم دوست داشتم، این لبه پایین هملاین لباسش خیلی پهن و جذاب بود و نگاه رو یکم میکشه سمت خودش یهو. خدا رو که خسته نشدیم. کار خوب دیدن واقعا لذت داره. اون حالا برند اردم که گذاشته اما زیاد کارش رو دوست نداشتم، میخواستم به عنوان یه برند نوپا و تقریبا 10 سال 9 ساله که داره فعالیت میکنه اونو ببینید، اینا رو هم ببینید، ببینید به چه سبکی هم واقعا اینا جا افتاده و حرفه‌ای هست واقعا. تور خالخالی و منم الان رو سرم دارم اینجا توی برند دولچه گابانا هست. آره این کالکشن همشون خوبه. حالا این خالخالی بچه درشت شده اینجا، رنگش طلایی طور و براق شد و ببینید چجوری یه دونه آیتم رو یه میچرخونن بزرگش میکنن رنگش رو عوض کنن یواش یواش از کالکشن میره. این طی چند تا لوک اتفاق میفته و میره، یهو نمیاد بعد قید بشه. مثل اون دوتا حالا کار جینی که تو یورو نمیدونم چرا گذاشته بود، یهو اومد دوتا جین و رفت. اون زیاد به نظرم جالب نبود اصلا. آره پارچه هاش خیلی خوبه. این پارچه‌هاش مخملای تر و تمیز مشکی داره. آرمانی هم بچه تو برندش این کالکشن خود آرمانی مخمله مشکی خیلی خوبی داشت تو لباساش. میخواستم اونم بذارم دیگه، خیلی بچه زیر من خیلی دوست داشتم برنده دیگه هم باشن ولی وقتمون نمیذاره.
وگرنه حتما میدیدیم اونا رو. خب این کدوم بود؟ گم کردم کدومو دیدیم کدومو ندیدیم. آها اولش دامنه. خب باز ببینید مخمله مشکی، اون خالی هنوز هست. هر رو هم داریم اینجا. توی کالکشن قبلی یکی قبلتر پرش اتوبا بود. باز این پر این کالکشن هم دیده شد. این یقه بلیزر توی همه اینا هم داریم. دامنش رو ببینیم سنگدوزی شده کلکدوزی شده. باز یکی پور. اکثر کاری این برند بچه ها قرینه بود. سیمتری بهش میگیم. اسیمتری یعنی غیر قرینه. این چند تا کارش مثل این غیر قرینه بود ولی بقیه اکثرا قرینه بودن لباس ها. ببینید منبع الهامش رو میگم چون لحظه آخر انتخابش کردم که عکساش رو ببینیم ما هم در موردش چیزی زیاد پیدا نکردم که منبع الهامش چیه. ولی این دفعه میگم شبیه لباس‌های مافیایی اصلا نمیدونم شاید از شب‌های ایتالیا مثل مزون مارژلا که از شب‌های پاریس ایده گرفته بود شاید از شب‌های ایتالیا ایده گرفته باشه. حتما برید دنبالش شما خودتونم ببینید میتونید پیدا کنید از چی الهام گرفته کشفش کنید. باز ببینید این قرینه بودن تو این لباس مشخصه. تو این یکی باز مشخصه. تقارن دارن. باز این همینطور. اکثر کالکشنش نزدیک به 90% کالکشنش قرینه بود. تقارن داشت. و میدونید که تقارن یکی از اصول طراحی دیگه یا باید کارتون تقارن داشته باشه یا نداشته باشه و معمولا کاری که تقارن ندارن جذابیت بصری بیشتری دارن. مثل این کار نگاه کنید خزه که این پر کجی که اومده تقارنشون رو هم زده. اما کارهایی که تقارن دارن معمولا کارهای کم هیجان ترن و یه نواخترن تقریبا. اما این اومده با پارچه با طراحی با همه چی اون رو اون یه نواخت ازش گرفته شیک عالی طراحیش خیلی بود. من خودم زیاد طرفدار دولچه گابا نیستم به خاطر اون پارچه‌های گل و بلبلی که حالا طراحی می‌کردن اما این کالکشنشون خیلی فاخر بود. و بریم لوک‌های آخرش رو ببینیم. آخرین لوک‌ها از برند دولچه گابانا که آخرین لوکش رو ناومی کمپل سوپر مدل در سیاه‌پوسته و خیلی معروفه حتما میشناسینش. آخرین لوک لباس ناومی کمپله الان باز میشه حتما میبینیم ما. اینو دیدیم این آخریه مونده بود ایشون هستن و سنشون هم زیاده. سوپر مدل
خیلی سال فعالیت میکنن. آخرین لباس رو داده بودن ایشون پوشیده بودن و این دوتا هم طراح هستن. خب از برند دولچه گابانا بریم سریع رو برند بالمن. طراح جوان اولیویر روستینگ الان چندین ساله که طراحش هست و این بچه‌ها منبع الهام شهر بوردو، شهر زادگاه خود اولیویر روستینگ. شهر در اصل نماد این شهر انگوره و بشکه‌های شرابی که حالا از این انگورا تولید میشن و اومده اونا رو به شکل حالا چاپ یا به شکل انگورا رو به شکل اکسسوری و اینها قرار داده. و حلزون، این دوتا حلزون رو گفته به عنوان نمادش فرانسه، نماد میشه غذای فرانسویه و انگور. حالا اینا رو توی این آیتما یکی می‌بینیم. الان روش بتونم زوم باز بیشتر بکنم که نمیشه. این حلزونا رو بچه‌ها توی سگک کمربندش ببینید. حتما این برند این کالکشنش که دیشب ارائه کرده رو سرچ بکنید، حتما نزدیک خیلی واضح‌تر خودتون نگاه بکنید بهش. این کتش رو خیلی دوست داشتم، یقه‌شو خیلی شبیه به اون یکی کتی بود که توی برند دولچه گابانا مشکیشو بهتون نشون دادم، گفتم یقه‌ش میگه تو هم رفته چقدر قشنگه. این در هم رفتن توی این برند هم بود، خیلی جالبه. ولی خب فرم کتشون فرق میکنه، اما این یقه‌ای که این شکلی تو هم رفته توی اون هم الان دیدیم ما هم و خیلی خوشگله به نظرم طراحیش. باز دوباره این حلزون‌ها رو بچه‌ها این توی اکسسوری گوشوارش و توی این کمربندش داریم. انگورها رو هم بچه‌ها توی این سبد میوهش میبینیم. باز این در هم رفتن این دوتا یقه به شکل ضربدری با هم میبینیم. این هم طراحیش فوق‌العاده بود دیشب و خیلی من خوشم آمد. رنگ‌ها میبینید رنگ‌های نوده، رنگ‌های زمینی. اکسسوری انگور رو به شکل گوشواره داریم اینجا میبینیم و اون فرم حلزون تو همه کاراش این دوتا مورد هست. این حلزون ها الان به عنوان روی سینه‌اش، روی کمربند. خب بعدی نکته دیگه ای که این کالکشن داشت این بودش که مدل ها جوون نبودن، همه سن و سالی توشون بود و مدل های سن بالا و موهای خاکستری مثل این. بچه‌ها حلزون رو اینجا الان به شکل دیگه خیلی بولد و واضح در قالب گوشواره و کمربند نمی‌بینیم. اون ریتمی که توی خطوط صدف حلزون هست الان داریم توی یقه این خانوم اون ریتم رو می‌بینیم. پس همیشه قرار نیستش که ما بیاریم اون آیتمی که حالا موضوع مود بوردمون یا موضوع کالکشنمون هستش رو همونجوری بیاریم وصل کنیم یه جا. میشه این کار کرد و این به قشنگی با اون فرمای فلزی طلایی اینو کار کرده، ولی در کنارش میتونیم از خطوط اون موضوعمون، از شکلش، از رنگش، از همه چیش میتونیم استفاده بکنیم. الان اینجا از خطوطش استفاده کرده توی یقه این لباس و کاملا اون فرم حلزونه رو تو ذهن ما میاره. پس چرخش موتیفمون، اون حالا آیتمی که تو همه لباس ها میاد و باعث انسجام کالکشن میشه، میتونه توی اون خطوط دیده بشه. میتونه اینجا هم مثل این سگک کمربندش باشه و به هر طریق دیگه ای. باز اینجا روی فرم سینه این ریتم حلزون شکل رو داریم و از اینجا داره پارچه های چارخونهش یواش یواش با سایزهای مختلف، الان از سایز ریز شروع کرده. این فرم حلزون به چقدر اینجا خیلی خوشگله واقعا، چقدر قشنگ اینجا وردتش به بالاتره
و چارخونه ها دوباره یواش یواش الان سایز چارخونه ببینید درشت شد. و انگورها اینجا. خب بریم بعدی. یقه های تیزی که اینجا میبینید توی این هست، توی این هست، باز توی این هست، با اون فرم زرفدری یواش یواش به این شکل. توی لوک بعدی رنگ قرمز اومد، خانم محسن مدلشه، کیفش اکسسوری انگوره. و قبل از اینکه این خانم لباس قرمز بپوشه اینجا رو نگاه بکنید، کفش قرمز یواش یواش داره رنگ قرمز میاره توی جریان کالکشنش. بعد این لباس قرمز وارد میشه، یهو این رنگ قرمز نمیاد که بخوره تو ذوق تماشاچی و بیننده چون رنگ جیغ و رنگ گرمی هستش رنگ قرمز. دوباره یقه تیز، اینم یقه خوشگلی داشت یقه تیزش توی این کالکشن. و اینجا یقه ها به شکل شال دور سر مانکن. اینجا همون فرم انگورا رو آورده روی بافت پارچه و تکسچر پارچه بالاترش. خب بریم بعدی. ساعت ها میشه آدم بشینه راجع به این کالکشن ها حرف بزنه، ببیندشون، تحلیلشون کنه و چیزای جدید یاد بگیره. باز سبد میوه رو اینجا در قالب اکسسوری کیف داده دستش. حالا اینجا دیگه اون انگورا از اون قالب اکسسوری و فلزی و برجسته و تیریدی اومده به حالت چاپ پارچه در اومده توی پترن و نقش پارچه. اینجا الان داریم انگورا رو میبینیم. باز اینجا همینطور توی گوشوارش هم داره، توی سبد دستش هم داره. باز اینجا تصاویر انگور. اگه من باشم به شخصه که بهم بگه بیا یه لباسی بپوش که پارچه‌اش طرح انگور داره، من این کارو هیچ وقت نمی‌کنم. اما این لباس رو نگاه کنید خدایی. حالا اینجا دونه‌های انگور اومده طلایی و برجسته مثل گوی‌های طلایی قرار داده. این رنگش رو زیاد دوست نداشتم و این رنگش رو هم زیاد دوست نداشتم، انگور سبز رو. ولی فرم این لباس، این سرشونه های قوی که اولیویر روسی میسازه توی لباساش عالیه واقعا. سرشونه های قوی. خب در توضیح کالکشنش هم گفته که ما زنان رو جشن میگیریم. زن قدرتمنده، قویه، اعتماد به نفس داره و زیباست و ادای احترام کرده به شهر زادگاهش، شهر بوردو، و به موسیو پر بالمن، مؤسس برند بالمن و ظرافت جاودانه کشورش فرانسه. و گفته زیبایی سن نداره، حد و مرز نداره و ظرافت و الگانس خود بالمنه. چارخونه هایی که توی اون کت شلوارهای قبل بود اینجا رنگ سیاه و سفید و اینجا خود مشکیش
مشکی 2-3 رنگه و این 4 خونه تو شلوارش مشخصه. این ترنچ کت ها میگه نماد شهرشه که پربارونه، باز 4 خونه در قالب هم شلوار هم لباس بالاتنش و این دست هایی که این گل ها رو گرفتن، از اونجایی که گل هم جزو ترندهای آینده خواهد بود امسال، توی کالکشنش داره فرم حلزونی، توی اکسسوری ها، گوشواره ها و پرش داریم. چرا اینجا این لباسش هم خیلی جالبه. آخرین لوکاش رو هم ببینیم. یه لباس خوشگل توی این تصویر الان دارم براتون. خودم لباسش خیلی خوشم اومد الان میاد و این لباسش یکی از لباسهای خوشگل این کالکشن بود به نظرم. دامن پرچین و چقدر این انگورها و میوه ها رو جالب به رنگ سفید در آورده که با کار و کالکشن همخونی داشته باشه. باز صدف رو در قالب کمربند داریم و فرم صدف حلزون رو اینجا این پیچش خوشگل توی بالاتنه و دامنش می‌بینیم اینجا. باز اینجا توی بالاتنه هست و انگورها دوباره یه همچین لوکی رو داشت ولی سرشونه ها تیزتر بود، یکم بالاتر، ولی فرم دامنش تقریبا همین شکلی بود. جالب بود اونا. خب آخرین لوکش رو هم ببینیم. 2 تا لوک آخر مونده. خب الهام عزیز، این برند بالمن هست، اینهاش بالمن و کالکشن پاییز 2024 ردی تو برش. این 2 تا لوک آخر در تاپ ها انگور پوش و این یکی که فرم حلزونش رو توی باز کمربند و انگور به دست داره میاد. خواهش میکنم خب وقتی منبع الهام طراح رو میدونیم چقدر صحبت کردن راجبش راحت تره و اینکه چه فکری کرده و از کجا اینا رو آورده، خط و خطوط، برش ها، رنگ ها و موتیف و حالا اکسسوری اینها خیلی جذاب تر میشه واقعا. و بعضی از برندها هیچی لو نمیدن که حالا منبع الهامشون چی بوده، ولی دیور امسال به خوبی توضیح داده بود، بالمن به خوبی توضیح داده بود و یه برند دیگه هم بهتون نشون بدم که خیلی حالا همه عکساش نه ولی بعضی تصویراش نشون میدم. برند من گرون خیلی خوش میشه، عذرخواهی میکنم دوباره. قبل از که اون برند بعدی رو نشونتون بدم، از همین برند بالمن وقتی که سرچ میکنین به ترتیب آخرین کالکشن هاش رو توی ووگ رانوی براتون میاره بالا. خب نگاه بکنین صفحه ووگ که باز میکنین اینجا توی برندها اسم بالمن رو سرچ میکنین و به ترتیب یا هر برند دیگه به ترتیب زمانی از آخرین کالکشن هایی که ارائه دادن براتون اینجا روی صفحه مشخص میشه که بالمن الان پاییز ردی تو برش رو دیشب ارائه داده، بعد مین کالکشنش رو قبلتر نزدیک 1 ماه پیش ارائه داده، باز دوباره یه مجموعه پریفال یا پیش کالکشن داشتن. به همین ترتیب مثلا بهارشون و کوتورشون رو اگه داشته باشه برندی اینها رو هم به ترتیب زمانی بهتون نشون میده. اینا گفتم از صفحه ووگ ببینیم که حالا راجع به برند بالمن بودیم و
برند بعدی برند میسونی از میلان ایتالیا، یه برند لوکس فشنه. میخوام عکسش رو بهتون نشون بدم. از سال 1953 با یه فروشگاه بافتنی و لباس‌های بافت فروشی خانم و آقای میسونی کارشون رو شروع کردن و بچه‌هایی که با من کلاس تداویر خطی و اینها داشتن میدونن که خط توی لباس یکی از مهمترین عناصر بصریه و رنگ این دوتا. و این برند میسونی نماد برندشون اصلا خطه، حالا خطای صاف، زیگزاگ، با رنگبندی‌های مختلف و انقدر این یک عنصر رو ترکیب بندی‌های مختلف باش انجام میدن و باهاش لباس طراحی میکنن که خیلی خیلی خلاقانه و جالب در میاد. برند میسونی خب در حال از فرصه چجوری میشه که چند تا برند لباسهاشون آیتم های مشترک داره که بعد ترند میشه. خب اینا بچه ها محقق دارن در تیمشون و یه سری اعضای گروه دارن در تیم طراحیشون که میرن مثلا رجوع میکنن به چند سال قبل برندها و میگن شنیدین که مثلا هر 20 سال یه بار مد میچرخه و چیزی که 20 سال پیش مد بوده ممکنه امسال و یا سال بعد دوباره مد بشه. این چرخشه توی مد هست همیشه و یهو میبینید توی برندهای مختلف از این آیتم اومده استفاده شده و میبینی خب توی این برند هست، توی این برند هست و میخوان اینا رو عرضه کنن به بازار و قطعا دنبال کننده ها و علاقه‌مندها فنشون این آیتم ها رو میخرن و شما توی خیابون تو جامعه حالا ایران نه اونجا به وفور مثلا این آیتم ها رو میبینید تنه این هست تنه اون هست از این برن از اون برن، میبینید تو جامعه یه طیفی مثلا لباس پلنگی دارن میپوشن از این برند و از اون برن خریدن و این میبینی داره ترند میشه و یواش یواش میان اقشار پایین‌تر برندهای فست فشن مثل زارا و منگو و حالا این برندها میان به تقلید از اونها آیتم تولید میکنن با قیمت‌های پایین‌تر و این فراگیر میشه توی جامعه به این شکل. ولی چیز دارن حتما و قطعا محقق دارن و به این شکل سبک اپتیکال آرت هست لباساشون. اپتیکال آرت نیست، این بیشتر بازی با خط لاین آرت در اصل تا اپتیکال آرت. اپتیکال آرت اونایی هستن که خط دید ایجاد میکنن و آب آرت در اصل دیگه اون سبک زیاد نیست. این برند بیشتر کاراش میگم فقط خط و خطوطه، نگاه کنید خواهش میکنم و نگاه بکنید مشخصه برند هم که گفتم از سالی که تأسیس شده لباسای بافتنیشون هست. حالا به جز اون محصولات چرمی، پنبه‌ای و بافتنی رو دارن. حالا اینو نمیخوام همه لباساشو نشونتون بدم، اکثرش تقریبا میشه گفت تکراری میشه. میخوام بیشتر فقط همین هنر استفاده از خطوط رو توی لباساشون بهتون نشون بدم که با یه عنصر بصری خط و رنگ اومدن چقدر لباس طراحی کردن. دوباره نگاه کنید خطوط ریز روی باف، خطوط درشت. اینجا بچه یقه شال بزرگ رو میبینید، خطوط دوباره و اینم طراح الانشه. آخرین لوکش هم ایرنا شیک مدل روس به نمایش گذاشته. خب این خیلی لباسای بازداشت ولی وقت اون بچه داده چون داره میره این یه 20 دقیقه آخر میام یه ذره براتون اون تکنیکی که گفتم با استفاده از یک کالکشن ما بیایم خودمون طراحی بکنیم به چه شکل بیایم تغییرات خودمون روش اعمال بکنیم. من وارد سایت بشم
تلویزیون رو بذارم براتون. ببینم افکارشم. خب کالکشنی که میخوام حالا روش یکم تغییر ایجاد بکنم همین برند دولچه گابانایی که انتخابش کردیم. به نظرم جالب بود. امروز در آخرین لحظه ها براتون عکساشو گذاشتم که فقط ببینید. دیگه دنبال اینکه منبع الهامش اینا چی بود فرصت نکردم، یعنی برم چیزی ازش پیدا نکردم. خب ببینیم یکیشو تغییر بدیم، اگه فرصت کردم یکی دیگه هم تغییر، اگه نه که شیوه رو شما یاد بگیرید و خودتون میتونید اجرا بکنید. خب از این دامنه خوشم اومده بود و با توجه به کلیت کالکشن که کت شلوار بود، کت و شلوارک بود، دامن داشت، حالا پیراهن، بلوز اینها داشت، بیام یکیش مثلا این رو تغییر بدم. من همین الان فیل بدایه انتخابش کردم، روش فکر کردم راستش. خب تا اینجا بچه حالا تا من وارد کلاس بشم بذارمش روی پایه دوربین. اگه سوالی توضیحی خواستین، موردی بود، چیزی که دوست داشتین حالا توی این قسمت، هر نکته‌ای که داشتین برامون بنویسین که نظری، پیشنهادی، توضیحی، شما هم گپ بزنین یه ذره تا نمیتونم وارد شم. کدومی که این کالکشن ها رو دوست داشتین الان دیگه راجع به کدوم کالکشن صحبت میکردیم، مثلا جاش خالی بود اینجا و هر اون چیزی که راجعش صحبت کنیم. آره آرمانی دوست داشتم، خود برند جورجو آرمانی رو، لباسای مخمل خوشگل مشکی داشت، دوست داشتم اونم بذارم، ولی دیگه خیلی همه رو دوست داشتم بذارم. شانل هنوز برندش نرفته اجرا، الیسا هم هنوز نرفته. بچه ها پیج پاریس فشن ویک رو برید نگاه کنید و هر روز تقویم اجرایی کالکشن ها رو میذاره. مثلا امروز ساعت 7 برند اسکیاپاردی از برنده مطرحه که حالا دارم میگم، وگرنه از صبح اجرا هست داشتم. مثلا امروز اجرا داره، فردا مثلا فلان برندها طی ساعت ها اجرا دارن، برید حتما نگاه بکنید. زهیر مراد آره کارش خوبه، لیستا خوبه. خواهش میکنم، من خوشحالم که این ورکشاپ داشتم، تونستم در خدمتتون باشم. برای خودم خیلی جذاب بود این چند روزه که دارم دنبال مطالب و منابع و اینا هستم. قرار بود زودتر از این ورکشاپ داشته باشیم. من یه مریضی خیلی سخت داشتم 3 هفته پیش که هنوز آثارش توی صدای من هست هنوز. خواهش میکنم. وارد خب صفحه شدم، صدامو ببندم. خب روی این تصویر من بتونم بیشتر زوم بکنم ببینیمش. پارچش خالداره، تور خالدار،
روی ستیانش حالا گل داره، حالت یک شورت زیر دامن داره که دستکش هم داره و من دوربین رو باز بکنم روی دستم. خب شما هم اگه تصویر دارید بگید. واضح هست؟ میبینید؟ چیزی میبینی؟ مانکنای منو میبینی؟ خب کاملا واضحه. خب من دوربین خودم رو ببندم که باز یه تصویر بزرگتر دو تصویره داشته باشیم فکر کنم بهتر باشه، یا باز فرقی میکنه برای من. فکر کنم من خودم رو اینجا رو ببندم اون رو یه تصویر بزرگتر باز کنار کارتون ببینید. فعلا دوربینم ببندم. خب تکنیکی که میخوایم کار بکنیم تکنیک ریدیزاین دوباره طراحی کردن در ادامه یک کالکشن هستش. مثلا این کالکشن دولچه گابانا مثلا 50 تا طرح داره، من میام یه طرحش رو به انتخاب خودم حالا انتخاب میکنم و روش تغییرات 30% اعمال میکنم تا جایی که اون طرح آخر اصلا یه چیزی خارج از این طرح اولیه میمونه و یه چیز جدیدی میشه. در اصل میشه طراحی من در امتداد یا در ادامه اون کالکشن. اصلا هم کاری ندارم منبع الهامش چی بوده، موتیفش چی بوده، کاری به اون فعلا نداریم. اصلا نمیدونم مثلا کی طراحیش کرده، بر چه اساسی. فقط یه تصویر از این کالکشن و خود کالکشن کلی و 50 طرحش که دیدیم و نگاه میکنیم. مثلا این طرح رو من انتخاب میکنم، طرحش یک سوتین حالا زیر اون روی تور ماننده با یه دامن داره. خب من میخوام یه تغییر 30% تو این اعمال کنم. نگاه میکنم به بقیه کالکشن. حالا اینجا چون بقیه رو بخوام بیارم روی تصویر زمان میبره، از همین اطرافیاتش کمک میگیرم، از اینه که این بغله. نگاه میکنم این قد شلوارش بلنده و غیر قرینه است، اما این طرح خودش قرینه است. میتونم به عنوان اولین تغییر بیام اینو از قرینه بودن در بیارم. مثلا چیکار کنم؟ بیام یک سمت آستین روه رو مثل این یکی بردارم و کلا این رو یقهش مثل یقه رومیا کنم، مثل این یکی. خب پس میام اینجا اون فرم ستیانش رو نگه میدارم، مثلا سعی میکنم پررنگ‌تر بکشم که حالا شما توی تصویر ببینید قشنگ. چون میخوام اینو یقهش رو حالت رو میکنم، این بند ستیانش رو هم میتونم به این سمت ببرم. بعد اون یقه تور رومی رو بیارم روش. خب تا اینجا و قسمت کمرش این حالت شورتک مانند رو داریم. پس من اومدم کلا بالاتنه رو به عنوان اولین 30% تغییر
برداشتم یه به جاش این حالت رومی رو گذاشتم. تو قسمت پایین تر هم فرم دامن بمونه فعلا. به این شکل. بچه تصویر واضحه براتون؟ خوب میبینی؟ حالا این قسمت اون رنگ مشکی، اینجا اون حالت حریر، دوباره این پایین ما قسمت مشکی رو داریم، سوگندش هم زیر کار اون مشکیه. خب چون تغییر دادم بچه، آستین رو کلا برداشتم و اینو رومی کردم، حجم اون یقه خیلی توی این 30% زیاد میشه. اون یقه به عنوان حالا جدا، آپشن جدا توی لباس میذارم بمونه. خب خودم ببینم از نما چه شکل اومد. خب حالا توی بعدی 30% بعدی دیگه کاری به اون طرح اولیه ندارم. میام ببینم دیگه چی کارهایی میتونم بکنم. میتونم قد دامنش رو بلند بکنم این دفعه. میام تو تغییر بعدی، چون شلوارای بلند بود، پیراهن بود، اینا رو توی کالکشن دیده بودم. میام توی 60% تغییرم، یعنی 30% اضافه تر رو قبلی تغییر میخوام بدم. میام چیکار کنم؟ میام قد دامنش رو بلند کنم. بچه نگاه کنید، اگر ممکن رو از نظر ارتفاع بخوایم تقسیم کنیم، 30%ش به قسمت پاهاشه در اصل دیگه، قسمت زانو حالا به پایینه. پس من اگر این قسمت دامن رو بیام بلندش بکنم، دارم 30% تغییر اعمال میکنم دیگه. پس اوکیه. این قسمت یقه رو همچنان دارم، این قسمت رومی رو هم توی قسمت بالا تنه نگه داشتم، زیرش سوتیانه گلدوزی شده داره. حالا این قسمت رو میام بلندش میکنم. حالا این قسمت مشکی پایینی. حالا با توجه به ذهنیت خودم میخوام طرح آخر رو بزنم، یعنی یه 30% دیگه توش تغییر ایجاد کنم. یعنی در اصل من طرح اولیه رو 90% تغییرش دادم. خب چیکار بکنم به نظرتون؟ اینجا میتونید شما هم به من کمک بکنید. مثلا چیکار بکنیم؟ من خودم اینو که خیلی دوست دارم، ولی میتونیم یه کار دیگه ای بکنیم که این 30% تغییر اتفاق بیفته و این توله هم راستی خالی خالی بوده بچه ها بالاترش. پایین ترش چجوری بود؟ ساده بود فکر کنم. ببینم شما هم مشارکت کنین، بیاین بگین که به نظرتون کار پایینش هم همونطوره. خب بیکینیش رو دامن میکنیم، یعنی تبدیلش کنیم به دامن مینی. دامن مینی کنیم. زیرش از حالت شروع. خب دوست نداریم مثل شما اکثرا داریم اینو میگیم. آره به نظر منم این میتونه یکم ایرانیزه بشه، داره تغییر کنه. خب
حالت سوتین زیرش قابل قبوله. آره این شورتکه یه ذره بچه دستکش هم داشته، دستکششون چیز نکنیم، تغییر ندیم. دستکشه جزء اون 30% نیست، فقط ما آستین و بالاتنه رو اولش تغییر دادیم، این دستکشه بمونه. خب ایرانیزش کنیم دامن نیلی نشه. خب بگیم چی کار کنیم پس. حریر پر متوجه نشدم چی بشه حریر؟ یه توی رمز صورتش بچه داره ها، اینا رو دست نزدیم، این توی لوکمون هست همچنان. چند لایه کنیم حریر رو. خب اوکی اینم فکر خوبیه، چند لایه کردن خوبه. آخه سیلویتش یه جوریه که اوکی میتونیم این کار بکنیم. به واسطه چی؟ به واسطه همین چینایی که ما تو سرشونه داشتیم اینو بیاریم از این سمت بهش لایه اضافه کنیم. اوکی این خوبه، فکر خوبی بود بچه، با هم دیگه به نتیجه. خب این یقه رو داریم پس، این یقه رومی و دور رو تا کمر داریم پس، این نقاب طولی رو هم داریم، دستکشامون هم داریم. این بار اون حالت همش هم پهن بوده بچه ها، اون حالت شورت زیر باشه مشخص نمیشه به واسطه اینکه یه همچین حالت طول رومی که این ور داشتیم و بیایم از این سمت هم بهش اضافه کنیم. حالا توی این برند من به برند بالمن بود نمیدونم اینقدر برند دیدیم الان قاطی کردیم، یکیشون بود یه ذره کمرش بالاتر بود، حالا این هم کمر میدیم از این قسمت. این حالت دراپ طرف رو یه لایه دیگه میاریم روی این دامن قبلیه. پس من دامن قبلیه رو دارم، روش یه حالت دراپ طرف یه دامن دیگه میاریم، حالا اینکه قدش چجوری باشه و اینها رو میذاریم مثلا یه لایه دیگه میاریم روش. هملاینش رو اصلاح کنم چون که حالت چیندار میاد مثلا. خب یه ذره پفش زیاده ولی خوبه، بد نیست. این دیگه اون خودش رو نشون نمیده این زیر. خب خوبه، نظرتون چیه؟ خودم از نزدیک ببینم چه شکلی شد. خطش به نظرم کوتاه‌تر باشه بهتره، این خطش خیلی بلنده، خطش رو کوتاه‌تر کنیم به نظرم شیک‌تر میشه، اینطوری جالب نشد.
کوتاه‌تر باشه به نظرم بامزه‌تره، یا حتی کوتاه‌تر، باز هم کوتاه‌تر به نظرم باشه، با همین قسمت‌های باقش باشه به نظرم عروسکی‌تر و بامزه‌تره. تو همین یک سوم وسطش تو این ناحیه به نظرم اضافه بشه، خیلی بلندتر بشه، این تغییر خیلی بیشتر از 30% میشه. خب فکر کنم این باز بهتره. خب نظرتون چیه از این لوک این قسمت؟ رسیدیم به این لوک، یه حالا ایرانیزه کردنی روش بود. من خودم وسطی رو دوست دارم. آره اولی دومی رو من خودم خیلی دوست داشتم. فکر کنم 60% تغییر کافیه براش و لنگش مشابهش توی کالکشن نیست. خب ساره عزیز میگن که منظورش بوده که به سر دامن لنگی بشه، یه سری بهش وصل بشه. یعنی دامن زیر کلا برداریم، یه دونه دامن لنگی بیاد. چون خود دامنش هم این هملاینش یه تزیین داره، از بین نبریمش بهتره. شیکی این لباس هم به همین لبه پایینش به نظرم. آره دومیه بهتر به نظرم. حالا برای تغییر سیاه میگم، چون فیلم واقعا این تصویر انتخاب کردم که الان تغییرش بدم و توی این 10 دقیقه 20 دقیقه واسه فکر کردم، خب تایم کمی میشه بیشتر راجبش فکر کرد و قبلش یه بار دیگه دوباره کالکشن از اول نگاه کرد، بعد این تغییرات رو داد. ولی واسه که تکنیک حالا یادتون بدم و اجراش رو ببینید، فرض کنید که مثلا تغییر سوم حالا یه کار دیگه کردیم که حالا الان به ذهنمون نرسیده، ولی اگه بیشتر راجبش فکر کنیم خب قطعا یه کار خوب به ذهنمون میاد. حالا تو تغییر 30% سوم یه کاری مثلا بهتر شاید ارائه بدیم، ولی میخواستم بیشتر تکنیک رو متوجه بشین که به چه شکل هست. اول تغییر 30% اعمال کنید، بعد یه 30% اضافه ترش کنید، 60% طرح اولیه رو تغییر بدید، بعد دیگه همه اون طرح رو کالکشن بذارید کنار، خودتون بیاین طرح وسط رو راجبش فکر بکنید و یه تغییر روش بدین که جذاب و زیباتر بشه، از لحاظ بصری زیبایی داشته باشه. و همیشه من به بچه‌ها میگم لباسی طراحی کنید که خودتون بپوشید، یعنی بگید من اینو میپوشم، من الان اینو میپوشم. منظورم اینه. ولی این حالا قطعه که رو دامن اومده رو خیلی بذاره گفتم میشه یه کار دیگه ای حالا کرد، اون 30% یه چیز دیگه ای باشه. خب اینم از این. چون فرصت دیگه نداریم، اگر فرصت داشتیم حتما باز یه طرح دیگه رو تغییر میدادم براتون، ولی دیگه متوجه منظورم فکر می‌کنم